خوش اومدین به 5 دقیقه مدیتیشن برای آرامش، تمرکز و تعادل. توی زندگی شلوغ امروز میتونیم فقط 5 دقیقه از روزمون رو اختصاص بدیم به نفس کشیدن و خالی کردن ذهنمون. این 5 دقیقه میتونه تأثیر شگفت انگیزی روی بدنمون، انرژیمون، افکارمون و زندگیمون بذاره. برای شروع در یک وضعیت راحت قرار بگیرید. کمر رو صاف نگه دارید. میتونید دستها رو روی زانوهاتون بذارید یا توی بغلتون، هر جوری که راحت ترید. چشماتون رو آروم آروم ببندین و یک نفس عمیق بکشید و با بازدم رها کنید. رها کنید اضطراب و نگرانی و ترس رو که امروز در خودتون احساس میکنید. این افکار منفی رو رها کنید. فقط احساسات خوب و انرژی مثبت رو به درون خودتون نفس بکشید. دم، بازدم. با یک دم عمیق هوا رو به سمت قلبتون هدایت کنید. قدرت قلبتون رو احساس کنید. زیبایی قلبتون رو احساس کنید. انرژی قلبتون رو احساس کنید. تصور کنید که یک انرژی التیام بخش و خیلی قدرتمند به سمت قلب زیباتون با هر نفس وارد میشه. این انرژی کم کم از طریق قلبتون به تمامی نقاط بدنتون حرکت میکنه. و تصور کنید با هر بازدم انرژی و افکار منفی از بدنتون خارج میشه. دیگه جایی برای این افکار نیست. با هر بازدم قلبتون رو خالی کنید. خالیش کنید. بذارید ترس از قلبتون رها شه. چون شما قوی هستید. بذارید شک از قلبتون رها شه. چون شما قادر به پیدا کردن راه درست هستید. بذارید درد رها شه. چون شما تحت حمایت هستید. دم، بازدم. با نفسهاتون بمونید و متوجه احساساتی که در درونتون شکل میگیره باشید. فقط نظاره‌گر باشید و نفسهای عمیق بکشید. با هر نفس قدردانی رو توی قلبتون احساس کنید. قدردانی برای این روز زیبا. برای اینکه نفس میکشیم. برای بدن قوی و سالم. برای ذهن قوی و خلاق. دم، بازدم. میتونین هر چقدر که خواستین تو این حالت بمونید و هر موقع که آماده بودین
آروم آروم حواستون رو بدین به دنیای اطرافتون. چشماتون رو باز کنید. الان شما به نفسهاتون و انرژی درونتون آگاه هستید. هیچ وقت یادتون نره که شما چقدر قدرتمندی و چقدر دوست داشتنی هستین. ممنون که با من بودین. به زودی دوباره میبینمتون.